ماهی سیاه کوچولو گفت: آخر مادر جان، مگر نه این است که هر چیزی به آخر میرسد؟ شب به آخر میرسد، روز به آخر میرسد، هفته، ماه، سال. مادرش میان حرفش دوید و گفت: این حرفای گنده گنده را بگذار کنار. پاشو برویم گردش. حالا موقع گردش هست، نه این حرفا. ما تو رادیو ماهی حرفای گنده گنده نمیزنیم. ما تو رادیو ماهی دلخوشیای گنده گنده نداریم. ما تو رادیو ماهی از عشقمون میگیم، از علاقمون، از کتاب، از شعر، از داستان، از موسیقی، از هر چیزی که برامون دلخوشیای کوچیک داره. پس شما هم این چند دقیقه رو با همون باشید تا از دلخوشیای کوچیک ما سهم گنده‌ای ببرید. رادیو ماهی. من این صلیب محکم قدیمی را گرامی خواهم داشت در میان یادگارهایم تا آن زمان که این جهان را ترک گویم. من از این صلیب محکم قدیمی دل نخواهم کرد و روزی آن را با تاجی گل عوض خواهم کرد. شوهر خاله‌ام در جایی که برایش باز کردند همینها را تا آنجا که میتواند از ته دل میخواند. نمیتواند بچرخد و رو به محراب بایستد. باید رو به راهرو بایستد و به نیمرخ اعضای گروه کر که در حال حرکتند نگاه کند. کم و بیش شبیه کسی است که گیر افتاده باشد و نمیتواند این احساس را پنهان کند. همه چیز خوب پیش رفته، ولی با وجود این نه به آن خوبی که تصور میکرده. حتی وقتی سرود به پایان میرسد همانجا میماند. خودش را تا حد ممکن جمع میکند و وسط آن آدمها در آن جای تنگ مینشیند. شاید فکر میکند این نشانه ناامیدی است که حالا بلند شود و در راهرو به سمت پایین برگردد تا به ما ملحق شود. خالدان در سرود خواندن شرکت نکرده است، چون آن سرود را توی کتابچه پیدا نکرد. ظاهرا نمیتوانست مثل من فقط با دیگران همراهی کند. شاید هم سایه ناامیدی را حتی پیش از آن که عمو جاسپر خودش بفهمد در چهره او دیده بود. شاید هم متوجه شده بود که برای اولین بار نگران این موضوع نیست. هر کاری میکرد نگران نمیشد. کشیش میگوید بیایید دعا کنیم. متنی که شنیدید اسمش گوشه امنه، نوشته آلیس مونرو که همین هفته پیش برنده جایزه نوبل سال 2013 شد. این داستان توسط مژده دقیقی ترجمه شده که تو شماره شهریور ماه سال 92 در مجله همشهری داستان به چاپ رسید. این موسیقی هم که میشنوید موسیقی متن فیلم زندگی دوگانه ورونیکاست که ساخته زبیگنیف پرایسنره.